تو مسیر زیبای پیشقله هستیم. پیشقله یک دژ بزرگ روی صخره‌هاست که فاصله 2-3 ساعته از روستای توی و زاری داره به سمت شمال، به سمت بالای کوههای سالوک. زمان قدیم وقتی غارتگرا و ارزم بازور شما دشمنا حمله می‌کردن، این دو تا روستا به طور خلاصه دارم میگم، این دو تا روستا با هم جمع می‌شدن، میومدن روستاهای با این قلعه دژ بالا حدود 1-2-3 ماه اینجا میموندن تا آب از آسیاب بیفته و اینا. اینجا یک ورودی داره و برج و باروهایی که برای نگهبانی و برای جور چیزا و دیدبانی و اینا هست. حالا بریم بالا، قشنگ همه رو بهتون نشون میدم و یک مسیر زیبایی و پرمرغ و مخصوصا تو هوای پاییز و زمستون بیا اینجا خیلی عالیه. قشنگ شبیه دژ یا قلعه دورف ها توی فیلم هابیت. قشنگ بالای کوه سخت، قشنگ دیوار بگی ببینن. زنده باد ایران، زنده باد آزادی. بالا رفتنش برج و باروهای نگهبانی. اتاقک ها با دیوارهای ساروجی پیش قلعه. آره متاسفانه برای گنج و اینا آمدن چالیدن یک عده آدم گوس نگدا توی ارتفاع